إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضار نهایت گرانقدر دوستان معزز، امید که الله رب العزت طاعات و عبادات و بندگی ناقص ما و شما را به دربار خیش عنوان طاعات و بندگی کامل بپذیرد. ذات مهربان است، ذات قدردان است. ان الله شکور حلیم. دوستای عزیز و ثانیا خدمت همه شما مجددا عیدهای گذشته را، ایام گذشته را خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. موضوع نکات چندی را خواستم روی موضوع حج و کدام پیمانی که حاجیای ما در بیت الله الحرام، در منا، مزدلفه، عرفات، در مجموع، در حج پیمانی را که با الله میبندد، تعهدی را که با الله میبندد، استوار ماندنی بر آن پیمان، این از نشانی های حج مقبول و مبرور هست. و همچنان حاجی وقتی که برمیگردد باید چه کار را انجام بدهد. بدین خاطر خواستم مختصرا این هفته روی این موضوع صحبت بکنیم تا که باشد فراراه زندگی حجاج ما قرار بگیرد و استفاده درست و خوبی را از این حج که الله برشان ارزانی داشتن، این نعمت بزرگ را برشان الله رب العزت ارزانی داشتن، از آن استفاده ببرند. شک نیست این یک نعمت بسیار بزرگ پروردگار است و حجاج ما و آن عده از مسلمانانی که الله رب العزت این توفیق را الله رب العزت برشان نصیب کردن، حج را نصیب آنها گردانیدن، این نعمت بسیار بزرگ است که هر نعمت شکر را می طلبد. قدر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت نعمت از کفت بیرون کند. و الله رب العزت به همه مسلمانان دنیا علی الخصوص سرزمین ما و پیر و جوان ما و زن و مرد ما، الله رب العزت دیدار حرمین شریفین را بار بار نصیب بکند که آرزوی هر مسلمان در زندگی هست. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. آنانی که فقط به خاطر خدا، نه به خاطر نام، به خاطر ریا، به خاطر شهرت، فقط به خاطر خدا حج را انجام بدهد، در آن گپای شهوت آمیز، گپای خلاف مروت، گپایی که با همسر در حین مقاربت صورت میگیرد، چون این گپایی را نزنن با همسران خویش، ولم یفسق و گناه نکنن، دست به گناه نزنن، گناه قولی، گناه فعلی، یعنی از گناه ها اجتناب بکنن. این عده حاجیان ما وقتی برمیگردن مانند آن است که تازه از مادر متولد شده، یعنی پاک و صاف میشوند از همه گناه ها. چقدر نعمت بزرگ است. و بعد
پاداش چنین حاجی، پاداش چنین انسانهایی که چنین حج را کرده باشند، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، که حج مبرور بجز بهشت دیگر پاداشی ندارد. الله رب العزت به حجاج ما چنین حج را نصیب کرده باشند. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرمایند وقتی که شما با حاجی ها در حین برگشت ملاقات میکنین سلام بدهید و از آنها استغفار بخواین، آمرزش گناه بخواین. چرا؟ فانه مغفور الله، این حاجیان بخشوده شده هستند. از اینها وقتی که برمیگردن شما روبرو میشوین آمرزش گناه بخواین که حاجی صاحب به ما دعا کنین الله ما را هم ببخشه. این مستحب هست، بنان جایگاه بسیار والایی دارد. اما قول حسن بصری رحمت الله تعالی علیه، حاجی وقتی که برمیگردد همان طوری که تعهد به الله دادن، لبیک گفتن، خدایا ما آماده ایم به خدمت و اطاعت شما، ما از همه گناه ها دست کشیدیم، ما حمد و ستایش تو را میگوییم. این در واقع یادآوری همان پیمان روز الست است که از همه ما و شما در عالم ارواح الله رب العزت تعهد گرفته بود بر ایمان، بر اسلام، بر اطاعت خیش، که میدان عرفات یادآوری آن است که در حدیث وارد شده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرمایند در وادی نعمان یعنی عرفات الله رب العزت تا قیام قیامت چقدر که فرزندان آدم به دنیا می آمدن، ذریه آدم را خلق کردن، به وجود آوردن، مانند مورچه های ریز، و بعد از همه تعهد گرفتن الست بربکم قالوا بلا شهیدنا، همه ما و شما اعتراف کردیم، تعهد دادیم به الله رب العزت بله پروردگارا تو رب ماستی، ما گواهی میدهیم تو رب ماستی، خالق ماستی، تو رب لا یزال ما، رب یکتای ما هستی. ان تقول یوم القیامه انا كنا عن هذا غافلین، تا که شما روز قیامت نگین که خدای ما غافل بودیم، ما را خلق کردیم، ما نمیدانستیم بندگی را، یکتا پرستی را، بنون از همه ما تعهد گرفتن. این حجاج ما وقتی من در میدان عرفه، این یادآوری همان روز است. بنان حاجیای ما الله رب العزت حج مقبول برشان نصیب بکنند. در قدم نخست همان طور که در وهله اول به الله تعهد دادن، نیت خالص کردن که به خاطر خدا حج میکنیم، از فسق و معاصی قولی و زبانی اجتناب کردن، در برگشتم در قدم نخست بران تعهد خیش صادق باشند، بران پیمانی که با الله بستن، توبه هایی که نمودن در منا و مزدلفه و عرفات و کنار کعبه مشرفه و در اماکن مقدسه، بران پیمان خیش باید استوار باشند، مستقیم باشند، ثابت قدم باشند بر ترک معاصی، همان طور که در دوره احرام اجتناب ورزیدن از گناه های قولی، گناه های فعلی. بر یک مسلمان ضروری است تا دم مرگ باید انسان بران تعهد خیش پابند باشند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حجاج محترم، شاید از طریق صفحات صدای ما را بشنوند. حجاج معظم، اعم زنان و مردان، جوان و پیر، شمایی که به الله تعهد دادین، شمایی را که الله رب العزت این نعمت بزرگ نصیب گردانید، در مراحل مختلف، در مشاعر، در کنار شعائر الله لبیک گویان به الله تعهد دادین، سعی کنین بر این تعهدتان پابند بمانین.
حسن بصری میفرماید عبادات پروردگار موقتی نیست تا دم مرگ و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. عبادات ما باید تا دم مرگ هر عبادت را انجام میدهیم از ریا خالی باشه. هر عبادت که آمیخته با ریا شد، تظاهر آمد، خودنمایی آمد، در دل انسان ای آمد که مردم ببینه، مردم مرا این بگوید و آن بگوید، حالا حاجی صاحب شدم، مردم به استقبال ما بیاید، کسانی که نیامدن خفه شوند، شما بدانید که این حج به خاطر خدا نیست. حج به خاطر خدا از مردم پاداش نمیخواهند، از مردم استقبال نمیخواهند، از مردم شاد باش نمیخواهند، از مردم نمیخواهند گل به گردنها انداخته شوند. آنانی که به خاطر خدا اگر کاری میکنن مربوط خودشان است. بنان حاجی صاحب محترم سعی کنین شوقی هیاهو دبدبه در برگشت نباشین، سبب مزاحمت بر رهروان، بر مردم منطقه، بر شهرنشینان، بر عابرین نشوین. راه ها را نبندین، کوچه ها را نبندین، مزاحمت به مردم نکنین. یک فرض خدا را انجام دادیم. انسان وقتی خودش فرض خدا را انجام بده مگر چین شادباش و پاداش از مردم میخواهند؟ فرض خدا را انسان انجام داد، یک مکلفیت بود. بنان داره کم کم استقبال ما رنگ و بوی دیگری میگیرن. ما داره میشنویم موترهاست پرتمطراق، همه به عنوان استقبال موترها گلپوش نموده، سرکها را بستن، مزاحمت بر مردم ایجاد کردن در راه ها. اینها خلاف حکم الله و رسول، خلاف فلسفه حج است. ما در آنجا عبودیت آموختیم، در آنجا توحید را آموختیم، در آنجا ترک ریا را آموختیم، در آنجا فروتنی و عاجزی را انداختیم. اما این کار ما خلاف آن تعهدات و آموخته های ماست. بنان حجاج معظم سعی کنین خاموش بیاین، سعی کنین بسیار شوقی این کاروان های پرتمطراق نباشین، سرک ها روی مردم نبندین. مردم مریض دارن، بیچارن، کار دارن. بنان این سبب مزاحمت برای مردم این گناه است، این گناه است. شوقی بودن به چنین استقبال های مردم را زنگ زدن، فلانی ها را خبر کنین، اینها را خبر کنین تا که مردم بیشتر بیاین و بعد استقبال های پرتمطراق را بر رخ مردم کشیدن، فیلمگیری هاست، کامرا هاست. بله که کی آمده؟ حاجی صاحب. انگار فکر میکنین کعبه را پشت کرده آورده این فلانی خان. این کار درست نیست. حاجی معظم، شماهایی که آمدین به الله رجوع کنین، اگر چنین کار را کردین استغفار بکنین. و حاجی صاحبای ما که ایده نیامدن فعلا می آین سعی کنین. آسان است، میگن نمیشون. هر کار زیر پای خود انسان است. چی ضرورت است همه دنیا را اطلاع بده؟ مسئله دوم، خیر حالا این برگشت حجاج ما خیر از یک فریضه الهی را انجام دادن، برگشتن. فعلا میمانی های پرتمطراق دیگری ما داره خبر میشیم، میگه 2000 نفر امشب مهمانی دادن، 1000 نفر مهمانی دادن. کارت ها چاپ میشوند که امشب فلان خان از فلان از حج می آید، در حالی که در این دیار و منطقه موضوع فقرا، یتیمان، بیوسرانی که نان شب خود را ندارن و میشناسیم همسایه های ماست. چقدر خوب بود که این نانها را ما به این بیوزنان، یتیمان، به این فقرا میدادیم. چقدر خوب بود که اگر ما پیسه زیادی داریم، خدا بر ما داده، ما باید خبرگیری از این یتیمان، بیوزنان، فقرا، گرسنگان منطقه بکنیم. آنانی که نان ندارن، نان شب ندارن، نان صبح ندارن، پیسه لباس اطفال خیش ندارن، پول کفش فرزندی خیش ندارن. چقدر خوب است که ما این پیسه ها را در چنین مسیرهای مصرف بکنیم، نه این مسیرها. این داره کم کم خوی و بوی و رنگ دیگری داره میگیرن. بسیاری ها میگوین ما پیسه تحویلی حج را داریم، اما این مصارف گزافی دیگر که داره حجاج ما داره رواج میکنن، این خلاف حکم الله و رسول است، کار درست نیست.
به هر صورت امیدوارم حجاج ما از این مصارف گزاف، مصارف بیجا خودداری بکنن. خوب است این پیسه ها و این مصارف را به مواقعش، به محلش، به مصرف برسانن. خدا براتان داده، ما نمیگیم مصرف نکنین، خیرات بکنین، صدقه بکنین، مصرف بکنین به محلش، به موقعش، تا که شرف قبولیت را بگیره، تا که به دربار الله قبول شود. نه اینکه ما به خاطر نام، ریا، تظاهر که والا مردم چه میگه ازش آمد ما را نان نداد. بهترین سوغات بیت الله الحرام آب زمزم و خرماست که ما در آب زمزم و خرما دغل میکنیم، خرماها را از اینجا میخریم. آب زمزم هم دیگه رنگین و بگیر نمان، ولی دیگر سوغاتای ما، بکسای ما سوغاتای غیر ضروری پر میشوند و سوغات اصلی که آب زمزم بود و خرمای مدینه بود از اون خالی است. اینجا فرمان میدیم خرما بخرین اینجا برای ما. همان فرمان برای چادر که میخری، برای چبلقی که میخری فرمان بتی، سوغات ها را از اینجا بخرین و شما بکس های خود از آب زمزم و خرما پر بکنین بیارین به مردم ایره تقسیم بکنین. خوردن آب زمزم عبادت است، ثواب داره. در حینش نوشیدن آب زمزم دعایی بکنی الله قبول میکند. بزرگان ما میفرماخت رفتن شما به زمزم زیاد بنوشین تا که میتوانید آب زمزم بنوشید. وقتی نوشیدین زیاد بود به سر و صورت خیشن بپاشین. ولی ما به زمزم ما خطی، خرمای ما هذا القیاس، خرماهای منطقه. ولی ما بنان حجاج محترم ما سعی بکنیم بر این مسائل باید توجه بکنیم. مسئله دیگری فلسفه حج که بیشتر به حجاج ما ابعاد فقهی حج بیان می شود. این فرض است، این واجب است، این سنت است. ولی فلسفه حج که یادآور زندگی ابراهیم خلیل و اسماعیل ذبیح است، یادآور تاریخ گذشتگان ماست، یادآور صحنه قیامت است، درسی از فروتنی و عاجزی است. به اطراف کعبه چرخیدن، به کعبه نگاه کردن، این یادآور تاریخ حضرت ابراهیم و اسماعیل ذبیح است که این دوتا نبی محبوب پروردگار، پدر و فرزند کعبه را بنا کردن و یکی خشت میدهد، دیگری داره خشت میچیند و بعد در پایان کار میگویند ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسیار از عبادات ما فلسفهش معلوم است، ولی بسیار از عبادات ما فلسفهش معلوم نیست، فقط عبودیت است، اظهار بندگی هست، چون الله گفته انجام میدهیم. 7 دور میچرخیم. چرا؟ سنت پیامبر خداست. فلسفهش چیست نمیدانیم. در صفا و مروه 7 بار دوش میکنی، بله 7 شوط انجام میدهید. یادآور قربانی حضرت هاجر هست. در صفا و مروه این برای ما درسی سعی و تلاش و کار را میدهد. سعی بکو، کار بکو، بعد توکل بر الله بکو. این برای ما این درس را میدهد. در زندگی سعی و تلاش بکو بر رسیدن اهداف خیش، برای به دست آوردن نان حلال، اون مقامات عالی که میخواهی سعی و تلاش بکو و توکل بر الله بکو. حضرت هاجر میدود، در پی آب است ولی میدود، گاهی به صفا گاهی به مروه تا که آب پیدا بکند و بعد توکل بر الله میکند و الله رب العزت برش آب زمزم را فراهم میکند. به مینا میروند، به عرفات. اینها یادآور عبادات انبیا هست که انبیای ما درجه عبادت کردن. احرام این یادآور صحنه قیامت است. ترک مفاخر، همه در یک لباس، همه لباس های قیمتی را همه کشیدن و یک لباس را پوشیدن. همه انسان ها در پیشگاه الله همه یکی هم. فقط تقوا، برتری بر اساس تقواست، نه بر اساس لباس، نه بر اساس جایگاه دنیوی.
و عرفات همه لباس سفید دارن، همه در احرامن. این یادآوری از صحنه قیامت است. همه در پیشگاه الله یکسان می باشند، شاه و گدا و فقیر همه و همه. و ترک مفاخره که در مقام و جایگاه اجتماعیتی که در منطقه داشتی، اونجا شاه و گدا و عالم و متعلم و فقیر همه یکسانند، همه یکسانند. این درس بزرگ است برای ما که به مقام و جایگاه زندگی که در منطقه داریم اینها ترک می شوند. اونجا تو را کسی نمیشناسد، عالم، مفتی، سرمایه‌داری، فقیر، رئیس هستی، حاجی هستی، هر بلایی که است اونجا همه یکسان است. شاه و گدا، سیاه و سفید، عرب و عجم. این برای ما درس یزیر میده که در انسان ها امتیاز بر اساس تقواست، نه بر اساس مقام و بر اساس لباس و جایگاه و فلان و اینو. این درس برای ما میدهد. بعد حاجی ما فلسفه حج را به مزدلفه میاییم، همه یکسان، ایده کف زیر سر داره، ایده دستا در زیر سر نهادن، همه زیر یک لباس، همه خوابن. شاه و گدا و فقیر و بای و سرمایه‌دار و پادشاه و رعیت، هیچ کی فرق نمی شود. این درس از فروتنی و عاجزی به ما میدهد که انسان باید فروتنی و عاجزی را یاد بگیرد. در هر مقامی که هستی فروتن باش. هر اندازه مقامت بالا می رود، هر اندازه جایگاهت بالا می رود، تو باید عاجزی را اختیار بکنی، فروتنی را اختیار بکنی که در پیشگاه الله تواضع ارزش دارد، عاجزی ارزش دارد. انسان‌های عاجز، انسان‌های متواضع جایگاه دارند، نه انسان‌های متکبر. تکبر را کنار بگذار، خودخواهی را کنار بگذار. مزدلفه بر ما این درس را میدهد. خوابیدنی در مزدلفه این فلسفه مزدلفه است. در کنار از که سنت پیامبر خداست، در کنار از که سنت انبیا هست، برای ما درس فروتنی و عاجزی میدهد. و والله قسم نگاه بکنین، همه خسته، این پیاده آمدن 300-400 منزل کردن، خسته، در عرفات گرمی، خسته، میان اینجا همه هیچ فرق نمی کنی. بود ما دوستایی که قندوزی های ما دیدیم، دوستایی را، ولی همه یکسان بودیم. فلانی خان کت فلانی یکسان، همه یک لباس در تن داره. سر زمین من هم خواب استم، فلانی خان هم خواب است، فلانی حاجی هم خواب است، فلانی وزیر هم خواب است، فلانی قماندان هم خواب است، همه یکسان. این درس فروتنی و عاجزی به ما میدهد. بنابراین وقتی بر میگردیم باید این فروتنی را از دست ندیم، این عاجزی را باید یاد بگیریم، فروتنی را یاد بگیریم. در هر مقامی که هستیم باید فروتن و عاجز باشیم. وقتی میین رمی جمرات، این سنت حضرت ابراهیم خلیل، وقتی که شیطان وسوسه میکند فرزند را میخواهد سرکش بکند که در مقابل اجرای حکم خدا، در مقابل فرزند پدر ایستاد شود، حضرت ابراهیم خلیل با سنگ میزند و حضرت اسماعیل کما کان میگه حکمی الله است، من تسلیم استم. فلما اسلم و تله للجبین، پرتاب سنگ این دور کردنی وساوس از خیش است. انسان باید وساوس شیطانی را از خود دور بکنه، تابع فرمان الله باشه. اینان دوست عزیز، حجاج محترم، حاج صاحبایی که شما رفتین و آمدین، سعی کنین و بعد از این تعهدات را که به الله دادیم، تلبیه خواندیم، به الله تعهد دادین، عبادت کردین، توبه کردین، دستای نیاز را به الله بلند کردین، باید بر این طاعات و بندگی تا دم مرگ باید شما استوار بمانین. حج مقبول نشانش این است وقتی که انسان بر میگرده به دنیا بی رغبت باشه، با آخرت رغبتش زیاد شود. اگر خدای ناخواسته حاجی ما رغبتش بعد از برگشت به دنیا زاد شد و با آخرت کم شد، بدانه که این حج مقبول نیست. همون طوری که در این لباس سفید پوشیدین، گناه ها را ترک کردین، به پابندی به نماز عادت کردین، میدوید طرف مسجد الحرام که نماز در مسجد الحرام بگیرم، تا دم مرگ بر نماز پابند باشی. دیگر ترک نماز را ترک بکنی، پابند باشی به نماز، مداومت بکنی، مواظبت بکنی بر نماز، بر توبه‌ای که نمودی استوار بمانی.
مستقیم باشی و با همسایه ها خوب باشی، با رفقا گناه را ترک بکنی، دروغ را ترک بکنی، مال مردم خوردن دیگه ترک کرده بودید برای همیش ترکش بکنی. حق خواهر، حق برادر، حق همسایه که تلف شده بود در آنجا توبه نمودیم، گفتیم دیگر ما گناه نمی کنیم، خدا ما را بیامرز بنن. باید از زندگی این گناه ها را دیگر دور بکنیم تا دم مرگ بر این پابند بمانیم. خیر الاصحاب عند الله خیرهم لصاحبی، بهترین انسان ها، بهترین رفقا کسی است که بهترین کتی همسایش باشه، کتی رفیق و کتی دوست خود بهتر باشه. و بهترین همسایه ها همسایه است که با همسایه خود خوب باشه. احب الناس الى الله انفعهم للناس، خوبترین انسان ها کیان؟ کیا خوبترن؟ انفعهم للناس، منفعتش به مردم برسه، خیرخواه مردم باشه. یکشف عن الناس غمتا، سبب دور شدن مشکلات و پریشانی های مردم شود. با چنین انسانی باید باشیم که توسط موضوع پریشانی یک برادر مسلمان دور شود، احتیاجات یک مسلمان دور شود. یکشف عنه غمتا، یا که او یقضی دینه، اگر خدا برات داده همسایت رفیقت قرضدار است، قرضش ادا کن. گفت فلان خان قرضدار هستی، پریشان هستی، خدا برای ما داده، من قرض تا برطرف میکنم، هر وقت پیدا کردی پیسه بده. یا که گرسنگی یک برادر گرسنه را دور بکنه. همسایه گرسنه است، بیوی سرزمین گرسنه است، یتیم ما گرسنه است، در کوچه و دیار ما انسان گرسنه است. بهتر انسان کسی که گرسنگی را از انسان دور بکنه. با جای این دود کردن، ضایع کردن، بیایم ما گرسنگی فرد گرسنه را باید دور بکنیم. احب الناس الی الله، محبوبترین انسان ها در نزد پروردگار. بعد استقامت، الله رب العزت بر انسان هایی که بر طاعات و بندگی استقامت میکنن، مواظبت میکنن، میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنانی که گفتن الله پروردگار ماست، اقرار به توحید کردن، به ربوبیت پروردگار کردن و بعد استقامت کردن، بر دین ثابت قدم ماندن. جوان ما بر نماز، بر طاعت، بر توحید ثابت قدم ماند. پدران ما، مادران ما، خواهران ما بر توحید پروردگار، بر طاعت و بندگی پروردگار ثابت قدم ماندن. تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، در حین موت فرشته میاد پیشش، الا تخافوا ولا تحزنوا، فلان خان نه غمگین شو نه بترس، خوفی بر تو نیست، آینده خوبی داری، نگران نباش از مردن. الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، و خوشخبری بر تو هست به او بهشت که بر تو وعده داده شده بود در مقابل طاعت و بندگی شما. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الاخره، ما دوستان شما هستیم. فرشتگان میگویند برای این مرد مسلمان، برای این مادر مسلمان، برای این جوان مسلمان که استقامت بر دین کرده، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الاخره، ما دوستان شما هستیم در دنیا و آخرت. کسی را که فرشته دوستش باشه برش اطمینان بده که من همراهت هستم. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، و برای شماست آنچه را که نفس شما اشتها بکشد. یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس، بر اهل بهشت، غلمان اهل بهشت جامهای از شراب میچرخانند و بعد علاوه از این نعمت ها و فیها ما تشتهیه الانفس، و هر آنچه که انسان اشتها بکشه در خدمتش است. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، و آنچه را که شما بخواین الله براتون نصیب میکنه. نزلا من غفور رحیم، این مهمانی پروردگار است، این وعده پروردگار. 5 وعده
به انسانهایی که اینها بعد از اقرار توحید استقامت بکنن، بعد حجی که انجام دادی استقامت بکو، بر ترک معاصی، بر گناه ها نگه نزدیک گناه ها نشو، با مال مردم نزدیک نشو، با مردم خوبی بکن، با همسایه رفتار خوب بکن، مردم آزاری، همسایه آزاری اینا را ترک بکن، همانطور که تعهد دادی به الله رب العزت. الله رب العزت همه ما را توفیق اعمال نصیب بکنه. الله برای حاجیای ما حج مقبول مبرور نصیب بکنه، به همه دوستای ما الله نصیب بکنه. نیت بکنین الله ذاتی بسیار مهربان است. نیت استحیل بکنی الله والله قسم نصیب میکنه. میگه حجر اسود وقتی که تعهد گرفت الله رب العزت از ما این را سپرد به حجر اسود. انسان هایی که میرن در اطراف کعبه میچرخن، طواف میکنن، استلام میکنن، حجر اسود ثبت میکند. این میموریز از جانب پروردگار تا قیام قیامت. همه انسان هایی که اینجا میچرخن، استلام میکنن، ثبت میکنن و روز قیامت گواهی میدهند. خدا ما شاهدیم که اینها آمدن پابند بر عهد خویش بودن. ان الله رب العزت همه ما را توفیق نصیب بکنه، فهم درک دین نصیب بکنه، به حاجی صاحبای ما نصیب بکنه که تعهد را که بستن با الله بران تعهد خویش پابند باشند، استوار بمانند. بله، بر ترک معاصی و انجام عبادات، پابندی به نماز، پابندی به صداقت، پابندی به صبر. الله به همه جمعی دوستای ما که اینجا هستن خداوند جل جلاله بار بار نصیب بکنه. آرزوی هر مسلمان است همه پیر و جوان ما را الله برسانه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا مقبولا وعملا صالحا وعملا مقبولا تجارة لن تبور. يا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين خدا بار قبول فرما. جميع حاضرین که در خانه تو نشستن خدایا به خاطر اجابت امر تو در خانه تو جمع شدن. خدا ما پر از گناه و معصیتی، خدا ما اعمالی نداریم به دربار تو پیش بکنیم. خدا نمازهای ما ناقص، تلاوت های ما ناقص، خدا صدقات ما ناقص، همه عبادات ما سراپا پرست است. خدا ما فقط امیدوار به رحمت و لطف تو هستیم. خدایا ما را زیر لطف خویش بگیر. خدایا ما از رحمت های خویش محروم مگردان. خدا این جمعی حاضره که در مسجد حاضرن خدایا قبول بفرما. خدایا قبل از اینکه بیرون شوند مغفور و مرحومشان بده. خدایا به خواستهای مشروعی همه ما رسیدگی بفرما. خدایا ما را از فتنه قبر حفاظت بفرما. خدا از فتنه قبر حفاظت بفرما. اللهم انا نعوذ بك من فتنة القبر. خدا ما از فتنه های حیات و ممات حفاظت بفرما. خدا برای همه ما بهشت نصیب بفرما. خدا ما را جهنم دور بفرما. خدا ما تاب و تحمل عذاب تو را نداریم. خدا عذاب جهنم سخت است. خدا ما را در میدان محشر رسوا بفرما.
خدایا مردم هر همه ما گمان خوب دارن خدایا مطابق گمان مردم با ما فیصل رفتار بفرما. خدایا ما میدانیم که خدایا اگر درونی ما را خدا تو آشکار بکنی خدا رسوا میشه. خدایا ما را مثل که در دنیا رسوا نفرمودی خدا در آخرت رسوا بفرما. خدایا ما را در میدان محشر رسوا بفرما. خدایا ما را در پیشگاهی همه مخلوقات رسوا بفرما. خدایا ما را در پیشگاهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسوا بفرما. خدایا اعمال نامه ما را به دست راست ما نصیب بفرما. خدایا ما را از جهنم دور بفرما. خدایا ما را بهشت نزدیک بگردان. خدایا ما را داخل بهشت بگردان. خدایا حساب ما را آسان بگردان. اللهم ارزقنا الجنة بغیر حساب. خدایا جنت بدون حساب به ما نصیب بفرما. خدایا از ما اگر حساب بگیری خدایا همه ما ناکامیم. خدایا ما در دنیا اعتراف داریم خدایا ما ناکامیم. خدا ما کدام اعمالی نداریم به تو پیش بگریم. خدا به لطف و رحمت تو امیدوار است. تو فرمودی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. خدا تو ما را امید دادی گفتی لا تقنطوا من رحمت الله. خدا ما امیدوار به رحمت تو هستیم. خدا ما مسلمانیم. خدا ما ایمان داریم. اعتراف ما داریم. خدا اعتراف ما را تبدیل به یقین کامل بگردان. خدا ایمان کامل و یقین صادق به ما نصیب فرما. خدا گناه های همه ما را بیامرز. خدا فرزندای همه ما را نیک و صالح بگردان. اولادای همه ما را نیک و صالح بگردان. خدا مستحق ذریه طیبه بگردان. خدا به اولاد نیک و صالح نصیب بفرما. خدا یک بسایی که فقط دختر برشان خدا اولاد زک مذکر هم برشان نصیب بفرما. جفتشان برشان نصیب بفرما. نیک و صالح بگردان. خدا کسایی که پریشانی دارن سرزمین و پر از پریشانی ها اما خدا پریشانی دارن ایده پریشان مریضی دارن ایده مشکلات اقتصادی دارن خدا پریشانی دیگری دارن خدا همه پریشانی های مردم ما را دور بفرما. خدا تو ذات هستی همه خزانه ها در دست تو از خدایا تو حلال مشکلات هستی. خدا مشکلات همه عالم اسلام را علی الخصوص سرزمین ما را و خود مردم قندوز ما را حل بفرما. خدا مشکلات اقتصادی ما را خدا مشکلات خدایا جنجال هایی که در میان مردم خدا تو حل بفرما. خدا جمعی که هر خواستی مطلوبی دارم خدا به خواسته هایشان رسیدگی بفرما. خدا خواهران و برادران که تقاضای دعا کردن خدا به دعاهای آنها رسیدگی بفرما. به خواسته هایشان رسیدگی بفرما. مریضان را شفای کامل عاجل نصیب بفرما. آنانی که دچار مریضی های لا علاجن خدا دچار سرطان دوستان ما خدا تقاضای دعا دارن خدا زندگی ناامید شدن تو امید بخش است خدا آنها را شفا نصیب بگردان. صحت نصیب بفرما. خدا شفای کامل عاجل نصیب بفرما. دوست ما همایون و دیگر دوستان خدا در بستر افتادن زمانی بودن با ما قدم میزنن خدا آنها را صحت کامل نصیب بفرما. خدا مولا صاحب خیرالله حقانی مولا زن محسن و دیگر مواجه صاحبا و رفقای خدا رفتن خدا کسایی که خویشاوندان خدا از دست دادن خدا در این هفته‌های دور و نزدیک خدا همه آنها را رحمت قبرشان رحمت نازل بفرما. اولو درجات نصیب بفرما و بازمانده هایشان صبر نصیب بفرما. اولادایشان را نیک و صالح بگردان. به خویشاوندانشان صبر نصیب بفرما. خدا بر قبرهای ما خدا رحمت نازل بفرما. خدا پدران و نیاکان و گذشتگان و اساتید همه ما را بیامرز. خدایا دیار خفتگانی که قرار است ما هم بریم خدا آنها رفتن خدا همه چیز ماندن اولاد ماند خانه ماند فقط فعلا خدا یگانه امیدوار بر رحمت تو است. خدایا همه ما میریم خدایا بر آنها رحم فرما. قبرهایشان منور به نور ایمان بگردان. خدا اگر معذبن خدایا عذابشان تخفیف بفرما. اگر خدا اهل بهشتن اولو درجات درشان نصیب بفرما. خدایا به داد مجاهدین فلسطین عراق چچن خدایا هر مجاهدی که در هر جای هستن به خاطر اعلای کلمت الله بیرزمن خدایا کامیابشان بگردان. خدایا مجاهدین ما را سرزمین ما را خدایا گهواره امن بگردان. مجاهدین ما را خدا زنده هایشان طول و برکت نصیب بفرما. زحماتشان را قبول بفرما. خدا کسایی که در مرزها برای امنیت سرزمینی و کار میکنن خدایا پیره میدهن خدا خانواده‌شان حفاظت بفرما. خودشان حفاظت
بفرما. خدای شهدای ما را قبول بفرما. خدای شهدای سرزمین ما را قبول بفرما. خدای مشاورین خوب امیر المؤمنین حفاظ نصیب بفرما. امیر المؤمنین از خدا فتح روزگار حفاظت بفرما. خدایا بر راه به صراط مستقیم گامزن بفرما. از افراط تفریط حفاظتشان بفرما. به تنها مشاورین خوب نصیب بفرما. مسئولین ما را دلسوز بیش از پیش بگردان. خدا به مسئولین دلسوز نصیب بفرما. آنانی که دلسوزن بیش از پیش دلسوزشان بگردان. خادمین سرزمین و دین اسلام و سرزمین بگردان. خدا آنانی که تخم نفاق به سرزمین میکارن. خدا آنانی که خدا تلاش دارن سرزمین را بار دیگر ناامن بگردانن. آنان برادران ما را از بیرون تحریک میکنن. خدا عالی دست خارجی ها و استخبارات بیرونی قرار گرفتن. خدا بر آنها هدایت نصیب بفرما. خدا اگر قابل هدایت نیستن خدا نیست و نابودشان بگردان. خدا مجرمین و منافقین بیشتر از این خدا دیگه فرصت نصیب نفرما. خدا سرزمین ما را آرام بفرما. خدا مشکلات همه ما را دور بفرما. مشکلات اقتصادی سرزمین ما را دور بفرما. فقر سرزمین ما دور بفرما. باشندگان سرزمین ما را در دنیا و آخرت عزت نصیب بفرما. خدا عزت نصیب بفرما. خدا امریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و ایادیشان را خدایا نیست و نابود بگردان. خدا کشورهای اسلامی زعمای ما را متحد بگردان، منسجم بگردان. و کشورهای اسلامی ما زعمای با غیرت و دیندار نصیب بفرما. خدا حرمین شریفین حفاظت بفرما. خدا حرمین شریفین حفاظت بفرما. خدا جمعی که حاضر هستند خدایا با وزارت حرمین شریفین نصیب بفرما. خدا تو ذات قادر هستی. خدایا تو کسی را بخوای خدا نمیبینی پیسه هم میبری. خدایا تو نیاز به اسباب نداری. خدایا ارزوهای همه ما را برآورده بساز. بر حجاج ما را حجشان را قبول بفرما. آنانی که آمدن خدایا با اوش گرم خانواده بازگشتن خدا استقامت نصیب بفرما. آنانی که ماندن به خیر و عافیت به وطنشان بازگردان خدا استقامت نصیب بفرما. صبر نصیب بفرما. حجاج ما را حجشان قبول بفرما. دعای آنها را در حق همه ما قبول بفرما. هزاران درود و صلات و سلام بر روضه اطهر آن حضرت صلی الله علیه و سلم از اینجا ما در این روز جمعه در روز مبارک نازل بفرما. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین برحمتک ارحم الراحمین.